خب سلام، فرهادم از پیج الکترونیک فرهاد. میخوام یک مدار یخچال رو براتون تحلیل بکنم، ایرادات معمولش رو براتون بگم که اگر خوب به این ویدیو دقت بکنین نه تنها در مدارهای یخچال، در مدارهای حتی کولر گازی یا پکیج یا مدارهای هود یا امثال این جور مدارهای نیمه صنعتی میتونید که ایرادیابیاتون رو خیلی سرعت بهش ببخشید. خب همینجوری که میبینین خود مدار اومده یه قسمتی رو اینجوری با خط جدا کرده، یعنی یه قسمت ما تغذیه داریم، یه قسمت هم فرمان داریم. تغذیه که اومده استفاده کرده، یه تغذیه سویچینگ استفاده کرده. ورودی مدار اینجاست، ورودی ایسی، فیوز، وریستور، قطعات محافظ هستن و میاد اینجا از قسمت تغذیه سویچینگ یک 12 ولت میسازه تا سر این خازن اینجا. آیسی تغذیه‌اش اگر میخواید یادداشت بکنید TOP 245 هست. توی تغذیه مدارهای یخچال این شکلی استفاده میشه. در انتهای تغذیه اومده از یه رگولاتور 7805 استفاده کرده، یعنی 12 ولتی که ساخته رو یه 5 ولت هم ازش گرفته. چرا؟ چون توی قسمت فرمان ما دو تا ولتاژ لازم داریم، یه 12 ولت برای این رله ها که بتونه رله ها رو بسازه، راه بندازه، و یه 5 ولت برای راه افتادن میکرو. یعنی اگر یه وقتی این تغذیه دیگه راه نیفتاد و خواستین تغذیه جایگزین استفاده بکنید، حتما باید تغذیه 12 ولت استفاده کنید تا قبل از این رگولاتور که بعد از اونم یه 5 ولت حتما ساخته بشه. حالا چه ایراداتی میتونه به وجود بیاد؟ اگر یه وقتی کمپرسور یخچال راه نمیافتاد، این رله‌ای که اینجا قوی تره، حتی روبروش هم گاهن مینویسه رله کمپرسور، اول باید این رله رو چک بکنید. اگر رله سالم بود، احتمالاً IC ULN 2003 که در پشت این رله ها وجود داره ممکنه یکی از اونها خراب باشه. اگر اون هم سالم بود، میتونه این خازن تغذیه که 12 ولت روش میاد امکان داره اون خراب باشه. چرا؟ چون رله ها از دو تا پایه، بوبینشون از دو تا پایه فرمان میگیره، یکیشون از یک IC یا یک ترانزیستور گاهن، یا شاید هم در مدارهای خیلی خیلی غیر حرفه‌ای مستقیما از خود میکرو بگیرن، و یکی دیگه هم از خازن داره میگیره. یعنی ممکن رله سالم باشه ولی کماکان خروجی اون رله راه نیفته. حالا ایرادات اگر در قسمت هیتر بود، در قسمت فن بود، یا قسمت حتی لامپ های خروجی بود، هر کدوم نبود، رله ها رو باید دونه دونه تست بکنید. رله ها رو حتما باید از مدار در بیارید بیرون، بهش ولتاژ بدید. هر رله با هر ولتاژ کاری که هست سعی بکنید از 2/3 ولتاژ استفاده کنید. یعنی اگر رله 12 ولت رو میخواید بیرون از مدار چک بکنید، با 8 ولت تستش بکنید. اگر با 8 ولت خروجی داد، یعنی 100% سالمه. حالا یه وقت هستی که یخچال کاملا خاموشه، یعنی پنل راه نمیفته. از قدم اول باید بیاد شروع بکنید. یعنی اول اصلا باید بیاد ورودی رو بگیرید، ببینید که ولتاژ گیری بکنید 220 ولت میاد، آیا سیم ورودی سالمه، بعد فیوز، بعد وریستور، و همینطور قدم به قدم بیاید جلو. حالا میتونید گاهن یک سرعتی به کارتون بدید، یعنی مدار میبینید برق 220 ولت توش میاد، بعد سریع بیاد سر خازن صافی رو ولتاژ بگیرید، باید روش 300 خورده ولت بیاد. اگر 300 ولت اومد روش، یعنی پس به قبلش سالمه که در اون ولتاژ ساخته میشه. بعد باید بیاین این خازن استارتاپ که مال راه افتادن آیسی تغذیه است اون رو بگیرید. اگر ولتاژ روی اون در حال نوسان بود، باز چند تا ایراد میتونه داشته باشه، یا از مقاومت‌های دور و بر، یا خود آیسی خرابه. معمولا خود آیسی رو بذارید برای مرحله آخر، یعنی آخرین احتمالتون رو بدید برای آیسی. بعضی از تغذیه‌ها هستن که اینم الان توش استفاده شده، معمولا تغذیه سویچینگ توش اپتوکوپلر دارن، گاهن نوسان ولتاژ روی خازن استارتاپ به خاطر اپتوکوپلره. حتی اگر اپتو سالم بود، با تعویضون ممکنه ببینید ولتاژ شما ثابت شد. یک مورد دیگه پیش میاد، خیلی وقتا پیش میاد با نوسان برق قطعات اولیه میسوزن، مثل فیوز، وریستور و پلیود. اینجا اومده از پل دیود در این پکیج استفاده کرده. بعضی وقتا پیش میاد که از 4 تا دیود 4007 استفاده میکنن، یا از 4 تا دیود شاتکی استفاده میکنن که اونو پل میبندن، و بعضی وقتا یکی از اونها خراب میشه. در این صورت حتما هر 4 تا دیود رو با هم عوض بکنید. این جزء قلقه کاری که در هیچ کتابی اینا رو ننوشته. اگر چنانچه هر کدوم از این رله خراب بودن، حتما جهت سرویس دستگاه خازنی که روش 12 ولت میاد رو عوض بکنید، حتی اگر به نظر شما سالم بود، ولی باز هم اونو عوضش بکنید. در انتهای کار در پشت مدار حتما قطعاتی که پایه درشت ها رو که مربوط به خروجی ها هستن حتما قلسردی بگیرید که زیر کار نخوابن. این تا اینجا بود تحلیل مدار یخچال. مدارهای شبیه به همینم، تقریبا تحلیل‌های شبیه به اینو دارم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر کمکی براتون بود، اونو به دوستانتون معرفی کنید.